والله اگر شما هر کارا میکنین فقط یک قاعده است، یک قاعده بسیار خوب. وقتی که از جنگ میکنی، خوشی میکنی، دوستی میکنی، رفاقت میکنی، در یک مجلس میری، در یک میمانی میری، بگو اگه عوض معامله رسول الله صلی الله علیه و سلم می بود چی میکرد؟ وقتی که قدم میبرداشی پیش از اینکه برداشی بگو اگه عوض معامله رسول الله می بود چی میکرد؟ جوابش پیدا کو، امو کارا بکن. آیا رسول الله حق داشت؟ نه. کینه داشت؟ نه. بدبینی داشت؟ نه. دشنام کس را میداد؟ زبانش عفیف و پاک بود، کس را نه. قلب پاک، رسول الله قلبش بسیار پاک بود، عقیده بسیار خوبش داشت، عبادت الله را بسیار خوب میکرد، احکام الله را سر خود کلش تطبیق میکرد. حالا ما یک حکم الله را که تطبیق کردیم شیطان میگه اوه تو خود رسیدی دیگه،